جهان امروز ما به مراتب خطرناکتر از جهان دهه‌های گذشته است. این حرف تازه بلیز میتروول، رئیس سازمان جاسوسی بریتانیا MI6 است. او که تازه به عنوان رئیس MI6 انتخاب شده، دانش آموخته دانشگاه کمبریج در رشته انسانشناسی و هوش مصنوعی است. او که خودش متخصص هوش مصنوعی است، میگه که هوش مصنوعی خطوط نبرد به شدت مرگبار کرده. او اشاره میکنه به استفاده از هوش مصنوعی در پهپادها در خطوط نبرد که میزان تلفات انسانی را به مراتب بالا برده. همزمان او میگه که ما در وسط جنگ و صلح زندگی میکنیم، یعنی جهان امروز جهانی نیست که کاملا در صلح باشه. این تهدیدات رئیس یک نهاد معتبر جاسوسی جهان میرسونه که جهان واقعا خطرناک است. از طرف دیگر خانم میتروول اشاره میکنه که تکنولوژی به خصوص هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت است، اما به قول او هنوز این انسان هاست که تصمیم میگیرند و تصمیم گیری در موارد مختلف مهم جهان هنوز در کنترل انسان هاست. یعنی او اشاره میکنه که هوش مصنوعی درست است که پیشرفت کرده، ولی انتخاب ها را هنوز به دوش انسان ها میگذاره. ولی ممکن است که فردا تصمیم ها دست هوش مصنوعی باشه و به همین خاطر هم است که خانم میتروول بسیار محتاطانه در مورد تهدیدات امروز جهان سخن میگه. و او میگه که تکنولوژی به سرعت موازنه قدرت را در جهان هم داره تغییر میده. یعنی هر کشوری که این تکنولوژی ها و هوش های پیشرفته تری در اختیار داشته باشه، ممکن است که قدرت بیشتری در جهان داشته باشه. و همون خاطر هم است که او کشورهای غربی را هشدار میده که باید در این مورد مواظب باشن. حالا شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا جهان امروز ما خطرناکتر از جهان دیروز است؟ و آیا هوش مصنوعی میتونه که جهان ما را خطرناکتر و پیچیده‌تر بسازه؟